درود مجدد خدمت تمامی همراهان وارش اسپورت. در خدمت آقای آقازاده هستیم، مدیر عامل باشگاه داماش گیلان. آقای آقازاده خدمت شما، خسته نباشید. درس می‌کنم. بفرمایید وضعیت تیم تا به اینجا با توجه به اینکه تازه فصل نرمه انتقالات رو در میان فصل پشت سر گذاشتیم، به چه صورت هست در ادامه وضعیت تیم رو چطور می‌بینید با توجه به اینکه امروز یک 3 امتیاز حساس رو هم از دست داد؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و همه هواداران پرشور و خونگرم باشگاه داماش. در مورد شرایط تیم که خودتون بهتر میدونید، اوضاع که ما از اول فصل که شروع کردیم، حالا مفصل ان شاءالله یه فرصت مقتضی بهش میپردازیم، اما در حال حاضر اوضاع تیم به نظر من رو به رشد در این صعود. ما در نیم فصل دوم یارگیری خوبی کردیم، نیم فصل اول رو با همه سختی‌هاش گذروندیم و به هر حال عدم حضور هوادار و شرایطی که در بحث کرونا و شرایط فصل ویژه کشور داشت، نتونستیم از حمایت هواداران استفاده کنیم. ما به سمت جلو داریم می‌جنگیم. درسته تنهاییم، به هر حال از لحاظ حمایت چه از سمت مسئولین محترم و چه شرایط فصل ویژه استان ما حمایت خوبی نداریم، ولی با تمام زال داریم می‌جنگیم. در مورد بازی امروز هم که شما خودتون شاهد بودید که ما تمام سعیش رو کرد، تمام تلاشش کرد. به هر حال همیشه بین گیلان و مازندران در بحث فنی بازی سختی انجام شده در طول تاریخ فوتبال، ولی امروز به نظر من یک نیمه بچهای ما خیلی خوب بودن، ولی به واسطه شرایط حساس جدول این مقدار گرای فصل بازی وجود داشت که ان شاءالله بازی بعد جبران میشه. ممنونم. جناب آذر بفرمایید. سوال دوم فکر کنم خیلی ذهن خیلی از هوادارا و دوستان تیم داماش رو مشغول کرده. مدیر رسانه و باشگاه داماش گیلان هست که آنچنان از یک جایی به بعد فعالیت نداشته و چند تا بازی حالا میگفتن می‌خوایم لایو وریمون نرفتن و به چه صورت بوده. و دومین موضوع هم که سوال مرتبط بنده هستش اینه که چرا تمام بازیکنان داماش رو ما نمیتونیم یعنی با همشون سوال کردیم نمیزنن، یعنی میگن که ما ممنون مصاحبه هستیم و مصاحبه نمیکنیم. این دو سوال رو لطفاً جواب بدید، چون ذهن خیلی از هوادارا رو مشغول کرده. بفهم. خب در مورد این مسئله بازم حرف فیرامونش زیاد مفصل، شاید شما تابوی در جریان باشید. این موضوع برمیگرده به اوایل فصل و یه اختلافی به وجود اومد در باشگاه با مدیر رسانه‌ای ما جناب آقای مازیار اسپرزاده و مالک باشگاه آقای زحمتکش، و این به واسطه بعضی از افراد این قضیه خیلی پیچیده شد این شرایط و به جای باریک کشیده شد. من به عنوان کسی که مطلع بودم از مسائل موجود ورود کردم و خوشبختانه اوضاع آرومتر شد، ولی نتونستیم این چنان که باید و شاید و شما میدونید در بحث رسانه خوب عمل بکنیم. اونم به نظرم ضعف از باشگاه، از من مدیر عامل و ما نسبت به موضوع رسانه ضعیف عمل کردیم، قبول دارم. و اینم در نظر داشته باشید که انقدر مشکلات باشگاه زیاده، انقدر شرایط ویژه است که واقعا شاید فرصت نشه که ما این مسئله بپردازیم. اما این نوید رو به همه هواداران میدیم که از این به بعد و از همین امروز شرایط خیلی بهتر میشه و سعی میکنیم که رسانه باشگاه رو فعال بکنیم و شما هم که مثل همیشه و اول زحمت میکشید و منم به عنوان یه عضو کوچیکی از خانواده داماش همیشه خدمتگزار بودم و صادقانه بگم این اختلاف وجود داشت و ما در صدد هستیم که این قضیه رو حل بکنیم و این موضوع ان شاءالله به زودی حل بشه. سوال دوم هم جواب داده نشد. چرا بازیکنان ممنون؟ آیا ممنون مصاحبه هستن؟ نه یا فقط چرا؟ واقعا من اینو دارم الان از شما میشنوم، اصلا هیچ صحبتی در مورد ممنوع مصاحبه بودن بازیکن‌ها وجود نداشت. من این الان از شما میشنوم. بازیکن‌ها فکر کنم مصاحبه هم کردن در فیلدفتا. آقای معود رستمی مصاحبه کردن، اما ما از چند بازیکن خواستیم گفتن که با مالک باشگاه گفتن که اجازه مصاحبه نه و ما هم دیگه به خاطر شرایط جویتی بگی نفهمیم از شما. واقعا دیگه شما خودتون میدونید اصلا این قضیه نبوده. شاید در بعضی از مواردی صحبتی شده باشه، من در جریان نیستم، ولی چیزی من میدونم هیچ وقت این صحبت انجام نشد. بازیکن آزادن برای مصاحبه کردن، میتونن مصاحبه بکنن. خب خودتون بهتر میدونید ما امسال سعی کردیم یه مقدار حواشی رو بیرامون مسائل رسانه کمتر بکنیم، ولی بازم میگم من به شخصه قبول دارم که رسانه ما ضعیف عمل کرده. امروزه در فوتبال رسانه
یه بخش بسیار بزرگی در موفقیت هر باشگاهی رو ایفا میکنه و بازم میگم ما تا الان شاید کمکاری کردیم، ولی حتما از این به بعد با قدرت و بحث رسانه انشالله. من با صحبت کاملتون. سوال آخر، ما در شهر رشت آیا حمایتی از تیم داماش گیلان خواهد شد؟ آیا از وضعیت فوتبال رشت حمایتی خواهد شد با توجه به اینکه استادیوم سردار جنگل آنچنان شرایط ایدئال قدیم رو برای برگزاری مسابقات نداره؟ چه اتفاقی برای فوتبال رشت و تیم داماش گیلان از سوی مسئولی یا از بود حمایتی خواهد است؟ این موضوع بسیار مهمیه شما اشاره کردید. واقعا راجع به این قضیه میشه ساعتها حرف زد. من خودم یکی از منتقدین حرف‌آور این قضیه هستم، چون میدونم برای سود کردن فقط کادر فنی، بازیکنان، مالک، مدیر عامل مهم نیست و ما باید از مسئولین استانی و شهرستانی استفاده کنیم. تو بحث کلان ورزش ما الان یک مدیر کل ورزشی داریم جناب آقای آرمان که واقعا کمک کردن به فوتبال، به باشگاه رشت و باشگاه استان، اما تنها هستن. من به عنوان یه آدم فوتبالی و ورزشی خواهش میکنم از مسئولین، ما الان نیاز به حمایت داریم، هم حمایت مسئولین و هم حمایت هواداران. هوادار که دیگه تیم مال خودشه، یعنی ما اینجا واقعا برای هواداران این دعوت میکشیم، اینو که همه میدونن، ما بارها اینو اذعان کردیم. اما بعضی مسئولین جداست، اونا باید بیان تو این تیم شهر، موفقیت این شهر. و الان داماش همیشه معروف بوده در سکوها توی هوادارانش، چکوسیایی که به هر حال مسبوق به سابقه هستن و در کل ایران از اینا به عنوان الگو همیشه یاد شده. بیان فایشن الان موقع حمایت، بیان کمک بکنن به این باشگاه. و شما بهتر میدونید الان داماش همچنان مدعی صعود و شاید صعود داره. الان موقع کمکه. من فقط اینو میتونم از هواداران بفهم که فایشن بیاین، اگر کمکاری شده از ما بوده، ما با تمام توان از این بعد در خدمت هوادار هستیم در همه موارد. فایشن بیان و کمک بکنن به باشگاه داماش که باشگاه خودشونه در واقع. از وضعیت ازدیجین از وضعیت ازودی که ازودی اوضاع بسیار خوبی داره الان، سبوها درست شده. بحث چمن بود که بفرهیم به بحث سرما و فصل سرما. همونطور که مستحضر هستید آقای مدیر کلم اینو در صحبتاشون فرمودن که ما از اواخر فروردین و اوایل اردیبهشت آماده بازی ازودی که یک ورزشگاه خاطره انگیز است و در سودهای باشگاهیش بسیار مثمر ثمر بوده. ایشالله بازی‌ها که بره اونجا با شور و یک نشاط بهتر، و مسئله مهم اینه که هوادارای ما بیان اونجا ایشالله 2-3 تا بازی آخر، 4-5 تا بازی آخر که شرایط صعود ما فراهم بشه، ایشالله داماش صعود بکنن با کمک همه هواداران و شما بزرگوارا. ممنونم آقای آزاده. از وقتی گذاشتید. مرسی از سوال پاسخ‌های کامل.